خب درس دیروز ما تا بخش کریال فارمتینگ بود. در درس بود ما رو میم از این اندازه خط به فکر خورده است. من میگم چطور نوشته بگیرم نوشته نمیشه. چل خب دیگه در تو مشکل نداری؟ من در تو ما را بخش کالر شروع فوند کالر شروع میکنیم. فوند خونویت خط هم میگه فوند کالر رنگ خط انتخاب میکنی کجای رنگ میخوای یک رنگ براش انتخاب میکنی مثلا رنگ سرخ هر رنگ انتخاب کنی هر جای هر چقدر تکست انتخاب کنی میتونی تو یک رنگ براش کنی تعیین کنی مثلا این رنگ این بخش میگیم فقط رنگ خط این رنگ باشه انتخابش میکنی دیگه و اگر اینجا رنگای دلخواه رنگای صحیح نبود میده مور کالر جا خودت یک رنگ ایجاد میکنی مثلا به این شکل یک رنگ برای من اد کن همون شکل رنگ برای تو چی میکنه اد میکنه و یا دلت بازم دو نوع رنگ داریم یکی ادی رنگا داریم یکی رنگای استاندارد داریم میتونید این رنگا استفاده کنیم که بوی بالاشی میشه اد میشه دیگه بخش پایینش داریم ما گرادینس داریم گرادینس وظیفه‌اش چی است چند رنگ اگر بخوای همزمان استفاده کنی یا خود یک رنگ انتخاب میکنی نمیگی مثلا رنگش سبز باشه سبز میشه اگر ما بخوایم که چند رنگ بالاش اد کنم باز گرادینس استفاده میکنم ببین اینجا گرادینس که سفید سبز است اینی سیاه سبز است کم کم معلوم میشه به شکل اگر بخوای تو مثلا چندین رنگ از هم که اضافه رنگ استفاده کنی در مور گرادینس میگه باز بعدا هم میخوانیم مثلا این چند رنگ چیست مثلا سرخ به طور مثال زرد نشان میگیریم مثلا سفید نیده که کجا گم میشه آبی دیست بین اون چند رنگ برای ما چی کرده به شکل اد کرده زرد سبز آبی این وسط شما یک رنگ برجسته دیگه بگیرم زرد بگیریم صحیح معلوم شد این سه رنگ هم زمان ما چی کردم استفاده کردم این حال اگر در بخش گرادینس بیایم میگم این سه رنگ چه قسم برات نشان میدم تو بغل نشان میدم از طرف چپ شروع شد ترتیب رنگا را خلاصه چی میکنید انتخاب میکنید با کدام ترتیبی که میخوای نشان داده داده میشه گرفتی منظوره؟ بله این گرادینس باز بعداً با ما کل محتویات میخوانیم این در کجا میخوانیم در زیر در شپ که رسیدیم این شپا را باز خود ما دیزاین میکنیم اینجا در افکت دیگه که ما برم در افکتش که برم در آپشنش این بخش باز میشه گرادینس داریم سه رنگ میتونید تو بالای دیشی کنید استفاده کنید گرفتی منظوره؟ با در شپ میخوانیم که بعد از بحث بیرون میشه خب فوند کالر رنگ خط دیگه این رنگا رو خوشت نامد پس میگی نه یک رنگ عادی باشه خلاص انتخابش میکنی بخش بعدش که هست هایلایت است چی هایلایت به خاطر نشانی کردن استفاده میشه یگان تا که درس میخونه فقط برای هایلایت کلیک میکنه مثلا این بخش ها جای مهمشه نشانی میکنه بعد رنگش انتخاب میکنی و کدام رنگ باشه نشانیش کنم به این رنگ مثلا وقتی بخوای رنگ نداشته باشه رنگ شد بین میری میگی نو کالر حال قلمک تو فکر کن رنگ از بین میبره سلکت میکنی و اگر زیاد بود کنترل ای میگی خب سلکت میکنی میگی نو کالر و اگر خواستی میگی که قلم نشانی نمیکنم انتخاب میکنی میگی این یارا به این رنگ نشانی کن خودش چی میگه نشانی میکنه می همچنان اگر انتخاب کنی میگی نو کالر کلش از بین میبره دیگه اگر من کدام رنگ انتخاب کنم فعلا ماود ما شکل قلم گرفته اگر سلکت کنم دیگه این رنگ کدام میره تیز اما میخوایم که عدالت این قلمک برای دیگه ما میخوایم انتخاب کنم پس می اینجا برای چی میگه استاپ هایلایتینگ حالا ببین سلکت کنی سلکتش میکنه گرفتی منظوره و اگر نه که قلمک باشه که تو انتخاب کنی رنگ داده بره باشه نو کالر انتخاب است رنگ داده بره باز تو اسکیپ هم اگر فشار بدی بعدم عدالت قلمک چی میکنه مبرای گرفتی منظوره فقط انتخابش میکنم یارم میگم نو کالر رنگش چقدر بین میبره یا استاپ هایلایتینگ میگی یا اسکیپ میزنی یا مالات قلمک میبره میم بخش بعدش داریم برام تکست افکت است تکست افکت بالای تکست چی میکنی تو افکت اد میکنی چه قسمی افکت بالای دیگه کلیک کنی این افکت های اولیش است که خودش آماده شده است فقط انتخاب میکنی بالای یک تکست خودش چی میشه اد میشه یا آماده شده دیگه از طرف خود برنامه بود آماده است شادو سایه کل چیز است اگر نیکی از یا استفاده کردی خوب بهتر اگر نیکی از یا استفاده نکردی تو میری خودت اینجوری دیزاین میدی در پایین بخش اولش داریم اوتلاین ببین در تکست ما دو چیز داریم خب مثلا این تکست داخل هر حرفش فل نیست خب یه اوتلاین داره تنها
دیست این اگر من انتخاب کنم بیایم بگویم اوتلاین چه تغییر بده، رنگ اوتلاین چه تغییر میده برای من، داخلش فل نیست. اون رنگ اوتلاین چه مثلا این نقطه است، اون 4 طرفش خطه شکست، اون رو چی میکنن؟ اوتلاین یاد میکنن. فقط رنگ اوتلاین رو چی میکنین؟ انتخاب میکنیم و کدام اندازه باشه، کدام رنگ باشه، همون رنگی که انتخاب میکنیم بالا چی میشه؟ میشه. حالا این بخش اگر ما بیایم در بخش اوتلاین بگویم نو اوتلاین، اوتلاین هیچ نداشته باشه، اوتلاین چی میکنه؟ از بین میبره. و تکس دیزاینش انتخاب کردیم، اگر این باید مکمل گم شه، گم نشه. و دیگه بخش اوتلاین برش میتونم مثلا سرخ باشه. میم در بخش بعدیش اوتلاین ویت. خب یه مور کالر بود رنگای بیشتر از اگه بیشتر خواندیم. اگه رنگ صحیح نیافتی بود میر خود یک رنگ ایجاد میکنه. مدام رنگ ورته چی میکنه؟ حد میکنه. اگر در اوتلاین ما بیایم در بخش ویت اندازه اوتلاین انتخاب میکنیم، اینی اندازه باشه. اما اوتلاین یا کمش میکنی یا زیادش میکنی، کار خودت است. دیگه اوتلاین تو انتخاب میکنی. یکی اوتلاین داریم، یکی فل داریم. خب ببین اگر من اینا رو برام رنگ انتخاب کنم، یک از داخلش فل میکنه. خب مثلا این اون داخلش که فل میشه، اون فل میکنه، اون اوتلاین، اون سرخش اوتلاین است. و در بخش اوتلاین هم ویتش انتخاب میکنیم، داده چقدر باشه. هر هم داده که مناسب است اون انتخاب میکنیم. و اگر در بخش اوتلاین که آمدی در دشز استایل اوتلاین انتخاب میکنی، اول خط مستقیم است نه اوتلاین. اگر من انتخاب کنم بیایم در بخش اوتلاین، در بخش دشز میگم نه اوتلاینش نقطه نقطه باشه. درست؟ اما اوتلاین چه دیگه به استایل استفاده میشه انتخاب میکنی یا دیگه دیزاین ها. مثلا این دیزاین باشه. این دیزاین ها که زیاد استفاده میشه و کار میشه دیدیم. مثلا در استایل مثلا زیادتر اینتر استایل استفاده میشه. چی میکنم مردم استفاده میکنن مختلف دیزاین. حالا انتخاب کردی خوب بهتر نکردی ايش نمیکنی. ببین اگر ما بگیرم بگویم نو اوتلاین، یعنی اوتلاین نداشته باشه. ببین تنها داخلش که فل است همون رنگ است، خلاص اوتلاین مکمل چی برد؟ از بین برد. میم سر شادو چی مالا؟ سایه بر شاد میگن یا کس اگر من انتخاب کنم قدر سایهش معلوم نمیشه، بسیار کم در 4 تا طرفش معلوم میشه. اگر ما بخوایم صحیح سایه رو ببینیم، سایه بر شاد کنم، یعنی پایینیاش که انتخاب کنم با سایهش معلوم میشه. کان از سایه دی دنو پایینش شده مکمل افتاده. خواستی سایه داشته باشه سایهش چی میکنی؟ ات میکنی. رفلکشن کس رفلکشن انعکاس میگه. دیس سایه و انعکاس فرق میکنه. ببین این انعکاس است دیگه که بود سایه بود. دیس اون ملاقش که سایه است. مثلا میریم شادو رو میگیم نو شادو، نن بگی سایه رو فقط رفلکشن باشه. رفلکشن مثل دیگه که طرف یک دریا استاد شوی. باز فکر میکنم پایین دیگه واسه دیگه داو انعکاس کردن. به این شکل برات رفلکشن چی میگن انتخاب میکنه. بعد اندازه که خاصی رفلکشن تو چی میگه انتخاب میکنی. اگر ما بیایم در بخش گلو جلایش میگن. دیس به جلایش میدی قسم دیزاینک. دیس انتخاب میکنی، هر جلایش را که انتخاب کنی تو برش انتخاب میکنی. اگر رنگای جلایش بعد خوب نبود خوشت نامد، دیس میری تو در کجا؟ آپشن دیگه بری در اینی رنگ انتخاب میکنم، در مور کالر میرم. مثلا این رقم جلایش بدیش جلایشش کم از خود آپشن های دیگه فعلا نمیره که وقت نمیگیره. اگر آپشن های دیگه برو مثلا دیگه چیز نداره سایز رو زیاد میکنی، سایز جلایش کم میکنی، تیره باشه یا کم معلوم شود. دیگه اینی گپاش باز تا آپشن چی میکنی رنگش رو انتخاب میکنی اندازش اون گپاس کنم که دیگه خاص نداره. دیگه به این شکل چی میکنی تو برش جلایش انتخاب میکنی. دیگر نمبر استایل داریم. نمبر استایل چی میگنی؟ خود تکس استایل بود. مثلا میخوایم که نمبر استایل کنیم. مثلا نمبر استایل داریم 1 2 3 4 5 6 7 8 مثلا 9 دارم. دیگه 1 2 3 تا 9. ببین اگر ما بخوایم او دیگه نمبر استایل کرد فقط بالای نمبر میشه. نمبر انتخاب میکنید در نمبر استایل میگیم به کدام شکل نشانش میده. تغییرات آمد یک دیزاینک برش داد. اون نمبر استایل چی میگن انتخاب میگن. با این نمبر استایل که است که در هر نوعیت خط فرق میکنه. ببین اون استایل که است این دی استایل مثلا دیزاین میگیره. در هر نوعیت خط از خود نمبر استایل خاص خود داره. باشه که تا چی شد؟ دیگه با دگان استایل خط کسی نمبر استایل غیر فرمی باشه. گرفتی منظوره؟ یعنی سه تا پوینت که است نظر به نوعیت خط است. مثلا ببین در ایریال اگر من خط من باشه داره نمبر استایل. دیگه این ببین دیگه بخش می فعال است. اما در دیگه نوعیت های خط که انتخاب کنم ممکن نداشته باشه. دیگه یعنی مثلا این که اگر من انتخاب کنم دیگه ممکن برو غیر فعال است چرا که نداره. دیگه نمبر استایل بالای اعداد چی میگیره؟ رقم استایل اد میکنه.
دیگه لگیچر. ببین لگیچر چی کار انجام میده. خب نمبر استایل فهمیدی. لگیچر وظیفه‌ش چی است؟ وظیفه‌ش چی است که هر جای تکسی قابل وصل باشه رو چی میکنه؟ وصل میسازه برات. با کدام شکل میگه وصلش کنه. خب میگم آل لگیچر، کل لگیچر رو انتخاب کن. خب ببین یک کنترل ای میگم آل لگیچر چی کو اد کن. ببین در کجا اد شده. خب اگر خوب دقت کنی اینجا دارم کلیک. ببین سیو کار چی کرده باکی دیگه جوین کرده. استیره مثلا جوین کرده. مثلا بیست اینجا هم استیره. رئیس در پولوش چی داریم؟ فت داریم. فت اف آیا وصل کرده. مثلا سیو اچ وصل کرده. رئیس اینیا رو چی میگن؟ لگیچر میگن. دو کس دیگه چیز نداره. خب فقط یه لگیچر میگه و کلا من داده. نن هیچ نباشه ببین نیست. اف آی تنها اف آی وصل میکنه. ببینی وصل از دیگه وصل نکرده. همین رقم هر کدامش تا یک حده. تا یک حده چی میکنه؟ بر تو لگیچر ارت میکنه. اگر آل بگیری کل نمون لگیچر رو بالای کلش میکنی رقم ارت میکنه یا دفع میکنه. دیرم فهمیدی؟ دیگه استایلستیک ست هیچ کار انجام میده. خب اینی که است ما یک کار میکنم که یک انتخاب میکنم میگم کلیر چی؟ فرمتینگ. کل فرمتش پاک کن. ببین که استایلستیک ستش میکنه. این هم که نظر به نوعیت خط کار میشه. خب یعنی هر نوعیت خط در بین خود اگر چند استایل دیگه داشت بازی انتخاب میکنه. ببین مثلا من کنترل ای میگم. ببین این کالیبری که بیایم من این نوعیت خط انتخاب است. دیگه که ما بیایم کل استایل خطش یک رقم است. ببین کامپیوتر کلش یک رقم است. اگر کل تکست من انتخاب کنم کل نوعیت های خطش چی است؟ یک رقم باشه کامپیوتر از باز. ببین هیچ فرق نداره استایل خطش هیچ کدام تغییرات نمیاد. اگر ببین من اینجا بیایم انتخاب کنم که خط ایریال خیر بیاد چه قسم است؟ این خط ایریال اد شد. اینا اگر ما در بخش استایل ستش بیایم ببین هر کامپیوتر که دیگه کامپیوتر چی داره یک مقدار فرق میکنه. باشه اینی رو انتخاب کنم. خب اینی عنوان است که در اول آورده. من این از رو میمانه دی شکل. ببین آل اگر ما این استایلستیک ست بیایم ببین ایش که به این شکل است ایش یک مقدار فرق داره ایش فرق داره. مثلا ببین وای دی به این شکل است وای کسی حروف کوچک هم کلام نوشته کرده دی حروف کوچک خورده است. مثلا دی کس وایش فرق میکنه. هر کدامش انتخاب کردی فقط کنترل ای میگی می استایل چی که بالای داری می اد. ببین داش تغییرات میسی میفهمی که تغییرات ایجاد شده اما یکم توش که است هیچ استایل نداره. یا هم دیگه مربوط به خط میشه. این کس یعنی خط داشت خوب بهتر نداشت نمیداشته باشه. در بعض نوعیت‌های خط ها نشان دادن باید غیر فعلی باشه مکمل باشه. نظر به خط است. مشکل است این بخش ساده بود دیگه. این بخش بعدی پاراگراف. پاراگراف چی است؟ در برنامه ورد ما چیز خوانده بودیم. خب گفتیم زمانی که من احمد نوشته میکنم تا زمانی که اسپیس نتم او را من حیث کلمه نمیشناسیش. صحیح؟ و زمانی که اگر من یک چیز نوشته میکنم مثلا میگم my name is احمد. صحیح؟ زمانی که منتر میکنم اونو که منتر که دیگه این را من حیث چی میشناسه؟ پاراگراف میشناسه. گرفتی مثلا پاراگراف کسی این در جایی که انتر کردی تغییرات میری بالای پاراگراف چی میکنه؟ اد میکنه. ببین در بخش پاراگراف مثلا اینا ببین اگر من رند قوس بسته اینجا پاراگراف چی است؟ اینی که انتر خوردنه پایینش انتر خورده. این یک پاراگراف از خودش. پایینش کس اینی اینجا یک پاراگراف دیگه است. پاراگراف به یک جمله نمیگن. میتونه که یک جمله باشه مشکل نداره. هیچ چندین جمله که یک جای شود روشی میگه که درباره یک انگلیسی تعریف شامل رقم است. درباره یک مین ایدیا رو به نام چی یاد میکنن؟ پاراگراف یاد میکنن. ببینید پاراگراف چه گزینه‌ها رو داره چی میکنیم ما. بخش اول پاراگراف که داریم به نام چی است؟ بولتس است. بولتس چی میگه؟ ببینید ما قسم پاراگراف ها را اگر بخوایم بولتس بدیم انتخاب میکنیم بولتس بدیم. بر ما در شروع پاراگراف میگینی پاراگراف از اینجا شروع شده و تا اینجا ختم شده. شروع دیگه پاراگراف هم برای من نقطه گذاری میکنه به این شکل. به تو منظورها استفاده میشه و منظورهای مختلف استفاده میشه. ما کس با لستام استفاده میشه. خب ما دو نوع لست داریم. خب یکی ordered list داریم دیگه unordered list. دیگه لستای منظم و لستای نامنظم. لستای منظم و لستای نامنظم داریم.
اینی بولتس که از لستایشی نامنظم استفاده میشه، یعنی معلوم نیست که در کجاست. مثلا من در کجا استفادهش میکنم؟ مثلا ما میگم که اینی کامپیوتر است. کامپیوتر به طور مثال از چند بخش ساخته شده؟ از 3 بخش. درست؟ میگیم هاردویر، سافتویر و فریمویر. درست؟ مثلا باز ما میخوایم درباره هاردویر گپ بزنیم. درست؟ میگیم هاردویر که است خودش هم 2 بخش داره، یکی اینترنال است و دیگه اکسترنال داره. درست؟ میخوایم درباره سافتویر هم گپ بزنیم. میگیم سافتویر. خود سافتویر 3 نوع است، مثلا سیستم سافتویر، اپلیکیشن سافتویر، سافتویر و development سافتویر. ببین حالا یک نفر خیره ما خودم اگه بخورم مشکل نداره، اما یک نفر دیگه اگر بخوره برش نمیفهمه که مثلا یک کجا معلوم میشه که این عنوان است، اینی جزء از این عنوان است. درست؟ باز کس نمیفهمه که مثلا اینی که اینجا که گفتیم ما مثلا اینی 3 دانه جزء کامپیوتر است و هاردویر باز خودش یک عنوان است، این تا جزء هاردویر است، سافتویر باز خودش یک عنوان است، این جزء استانه و رقم نامنظم است، کلش در یک ردیف آمده. اینا به خاطر که یارو من بتونم که منظم ترتیبش کنم این قسم استفاده میکنم. میگم این 3 تا است جزء کامپیوتر است مثلا. درست؟ انتخاب میکنم این بولتس بدیش. این دو تا هم که جزء چی است؟ مثلا هاردویر. برای یا بولتس میدم که فرقشون معلوم شه. اونی که ما عنوانکای عمومی هستند دیگه. یکی ما تایتل داریم، یکی ساب تایتل داریم، یا که اصلا ساب تایتل. حالا یک نفر ببینه یک درجه که مفهومش بیشتر اگه بید میگه اینجا هم هاردویر است مثلا، اینجا هم هاردویر سافتویر چی معنا؟ حالا یک نفر ببینه میفهمه کامپیوتر است 3 بخش داره، هاردویر 2 بخش داره، سافتویر هم 3 بخش داره. ما با این منظور از چی استفاده میکنیم؟ از بولتس استفاده میکنیم که خلاصه یک لیست و یک نفر منظم تشریح داده بتونیم. در بخش بولتس اگر تو بی مثلا کدام استایل بولتس هم میگه انتخاب میکنی که خدا میمونی میگه کدام استایلشه، مثلا ما میخوایم این استایلات کنم، استایلات میگه اینش میگه مختلف باشه، کدام استایل استایل باشه. در این بخش ببین یک تاش فقط کلیک تا میمونی تغییرات بیاری، دادگاهش هم تغییرات میاره. بولتس چی میگیری تو اد میکنی و اضافه میکنی. مشکل است ده؟ در بخش چنج لیست لیول ببینید چیکار انجام میده. خب لیست لیول، چنج لیست لیول و دیفیشیس که فرض مثال تو میخوای که یک لیست تشریح کنی. مثلا ما میخوایم که ببین یک لیست میخوایم تشریح کنیم. خب مثلا میخوایم لیست چی را؟ کشورها را. مثلا لیست اول قاره را میخوایم تشریح کنیم. میگیم آسیا داریم، آسیا. مثلا دیگه چی داریم؟ مثلا افریقا داریم. درست؟ افریقا صحیح میشه کردن. دیگه داریم مثلا امریکا. این قاره هاست. درست؟ مثلا در آسیا کدام کشور موجود است؟ میگم افغانستان است، پاکستان است و ایران است. درست؟ و در افریقا مثلا میگم کدام کشورها رو داریم؟ مثلا فرض میکنیم که نشته میگیم یمن است. درست؟ لیبیا است. مثلا عراق نشته میکنیم. فرض مثال ماشیا. در امریکا مثلا میگیم اینطور کشورها موجود است به نام لاس وگاس. مثلا نشته میکنم دیگه چه کدام کشورها موجود است؟ مثلا ویرجینیا، صحیح، سان فرانسیسکو و بعض دیگه مثلا ما میخوایم بیایم افغانستان کدام ولایات داره؟ صحیح، میگیم کابل است. صحیح، مثلا ولایاتش مثل پروان است. صحیح، مثلا هرات است و غیره. و میگیم در پاکستان کدام ولایات موجود است؟ مثلا این کراچی است و پشاور است و غیره. در ایران هم میگم مثلا از به نام تهران و مشهد. صحیح و غیره. دیگه‌اش دیگه نمیتونم ولی ولایت دیگه کی پیدا میکنه. خب فرض کنید یک لیست دارم من، اگر این رقم نوشته کنم یک نفر که ببینه باز مثل این لیست بالای ما رو درک کرده نمیتونه. خب ما بر لیول تشریح میکنیم، لیول چه قسم کار میگیریم. اینی که یک نفر باید بفهمه که قاره با معلومدار باشه که قاره است. مثلا دیگه کدام قاره بود؟ شد افریقا.
اینی هم قاره است، مثلا امریکا هم قاره است و معلوم باشه که اینیا کشور است یا ولایت است. مثلا یک نفر که از امریکا باشه کجا میفهمه کابل ولایت است؟ فکر میکنیم کشور است، کدام کشور آسیایی است. صحیح؟ پس وقتی که نفرها یا خود ما زودتر درک کنیم یا چی میکنیم ما انتخاب میکنیم. مثلا آسیا کس لیول اول است، نه عنوان عمومی است. یار چی میکنم؟ ما اول برش بولتس میتم، باز انتخاب میکنم میگم این کس لیول اول است. صحیح؟ میام دیگه کدام بود؟ افریقا میگم میام چی است؟ یک بولتس برش میتم میگم لیول چندم است؟ اول. خودش انتخاب میکنه اولین لیول. این رو میگم بولتس باشم لیول اول شد. میام در دوم. در افغانستان چی است؟ ولایت است اگر چیز کشور است او خود قاره است کشور تیره من پس میگیریم میگیم لیول چندم است؟ لیول دوم است. باید فرق شود. مثلا پاکستان هم کشور است، آسیا است اما کشور است. مثلا برای هم یک بولت سرد میکنم و ایران میگم لیول چندم است؟ مثلا دوم. همین رقم ایران هم میگم که کشور است لیول دوم خودش انتخابش کرد. مثلا در افریقا هم که است اینی هم چی هستن؟ لیول دوم هستن. فرق شد باش که نیاش پاک کنم گفت دیگه چند تا کار کنم که سعی باز این صفحه بدیم. مثلا اینی هم میگم که چی است؟ لیول دوم است. به شکل که یک نفر خوبتر بفهمه اینا رو من انتخاب میکنم. یارم بولتس میتم میگم یا کشور نیستن یا لیول چندم هستن؟ سوم هستن. مثلا مشهد یا میگم که لیول چندم هستن؟ سوم. همین رقم و غیره و غیره. حالا یک نفر ببینه میگه آسیاست، عنوان عمومی افغانستان و این عنوان جز افغانستان است. این پاکستان است و این هم اینجاش یادم ما رفته لیول سوم. یک نفر باید ایره چی کنه دقیق بفهمه که چه قسم گپ است. گرفتی منظوره؟ یا از لیول بندی ما به این منظور تا 9 لیول میتونیم ما چی کنیم؟ عد کنیم. از اون بعدش دیگه باز میتونیم. یعنی به این معنی که آسیاست، جز آسیا افغانستان است، جز افغانستان کابل است، جز کابل مثلا خیرخانه است، جز خیرخانه هتل پروان است، جز هتل پروان مثلا کوچه دوم است، جز کوچه دوم خانه احمدشان است، جز خانه احمدشان اتاق احمد است. این تا 9 لیول ما پیش رفته میدن. دیگه البته قدر تا 9 لیول استفاده نمیشه. 3 4 تاش بتونید ترتیب کنید یک لیست میتونید چی کنید داش اد کنید. خب یاش باشه. گرفتی منظور یک قسمی از استفاده میکنیم لیول. میایم دیفاین بولتس. ما میخوایم که این قاره ها را بولتشان متفاوت باشه. پس میره کجا دیفاین معرفی میکنی. میگه چه قسم میخوای سمبول ها؟ میگم سمبول می کدام سمبول برش اد میکنی و قاره هر کدامش انتخاب میکنی. میگیم بینی شکل ببین اون شکل شد برش اد شد. خب اینجا گپ شد and the following previous item Control Y استیشن بیسر شد. خب انتخاب میکنم بالت لیول سوم بود. مثلا میخوایم در کشورها تغییرات بیارم بولتش کلیک خودم میمونم میام دیفاین بولت میگم بار سمبول نمیخوایم استفاده کنم. سمبول ها فرق میکنن. سمبول زیاد است. هر نوعیت خدم با سمبول های خود داره. انتخاب میخوایم پیکچر انتخاب کنیم. برو عکس انتخاب کن. ما میخوایم سمبول دی باشه مثلا اینی. انسرت میگم خب سمبول اد میکنم اما بسیار کوچک خود درد میکنم. اون خیلی لیست دادگاهش هم اگر بخوای یاد کنی اد میکنم. البته اینجا یک گپ داره کدام جای اشتباه کردیم ما که اگه یک تاش انتخاب کنیم مثل ازی کلش تغییرات باید بیان. خیر به این شکل میتونید سمبولش چی کنی؟ چنج کنی یا اد کنی. مثلا اگر بخوای بجای پیکچر فونت یک سمبول انتخاب میکنی میگینی سمبول هم میخوایم نوعیت خط فونتش تغییر بدمش. رنگش تغییر بدم سرخ مثلا باشه اندرلاین داشته باشه. میگیم ما یک تا داشته باشه اندرلاین کالرش هم سبز باشه. ببین اوکی برای چی کردم رقم بولت اد کنم. خود بولت ها رو انتخاب میکنی. اینی مثلا اینی علاوه یک کس نی میم رنگ ده میره میخوایم تغییر بدم. می ده دیفاین بولت می فونتش این نوعیت های خط رنگ خط نمیفهم که هر چیز خاص تغییرات آورده. صحیح است؟ به شکل تو میکنی. یک بار که اد کنی دیگه ضرورت نیست بار بار بری انتخاب کنی. خودش اینجا برات اد میشه. دیگه خودش میکنه اد میکنه. گرفتی منظوره؟ دیفاین بولت چی میکنه؟ و در بخش دیفاین بولت در پایینش که الاینمنت است تو اندازش تعیین میکنی. چه قسم اندازش تعیین میکنی؟ ببین
مثلا مشکل کردگان بزرگش کنم دیگه کنترل زید. ببین خب مثلا این علامه که اندازش تعیین میکنی یعنی از اینجا مارجن تا اینجا در کجا باشه، این دراستکش باشه، وسط یا طرف چپ باشه. انتخابش میکنم، انتخاب میکنم بالاش باشه، میایم در هوم در بخش دیفاین بالت میگه لفت تصنیم میگم سنترش با یک کمک طرف مرکز بردش. اگر ما بریم دیفاین بالت بگویم برای ما طرف رایت ببرش، یک کمک چی کرد؟ دورش کرد. left right خلاصه در محده که داره در اندازش چی میکنیم به شکل انتخاب. این پایین نمیره خواه خیلی که از تکس زیاد بزرگ کردیم از خاطر تغییرات میره که میگه طرف چپ باشه، وسط باشه، راست باشه انتخاب میکنیم. مشکلی نیست. این همی کارا را که ما دیگه انجام دادیم در بخش نمبرینگ هم انجام میدیم. اینجا چیز نمونده گره؟ نه پکچر بولت سمبول در بخش نمبرینگ هم تریگر پاس میگه که تو از انتخاب نمیکنی، از اعداد میخوایم انتخاب کنیم. خب اینی که از باز آردر لیست است و دیگه چی کنید؟ ان آردر لیست کدام دیزاین اعداد رومی باشه، اعداد باشه، نند باشه، نداشته باشه، چند لیول یا برار تا چیز میکنی. دیفاین نمبر اگر من انتخاب کنم دیفاین نیو نمبر، مثلا من یک دیزاین دیگه انتخاب میکنم دیفاین چرا بالش نمیکنه جور کرده سی برام خب کنترل زید بگویم پس بالات عادیش بیایم اینجا اگر من از اعداد انتخاب کنم از اعداد انتخاب میکنم. خب هم خطام نمیگیری که من کنترل ای گفتم که این نمبر شد کرد. خب مثلا اینجا رو میخوایم چی کنم؟ اعداد بالا شد کنم بالات define new number. new number مثلا ما میگیم یک دو سه نباشه، الفبا باشه. انتخاب میکنی الفبا رو برای چی میکنه؟ define new number مثلا فونتش هم میتونی تغییرات بدی، رنگ، دیزاین ها بیشتر کار کردم. کل چیزاش هم میتونی تغییرات چی کنی؟ دیجا اد کنی. set numbering value مثلا ما میگم با طور مثال یک دو سه باشه اما میخوایم که این بخش بیایم یک دو سه start new list از لیست جدید یا continuous with from previous list. start new list اگر لیست جدید جور میکنی پس از یک شروع شود. continuous with from previous list یعنی امرای قبلی پیش بره. اگر نیو لیست جور میکنی مثلا میگم این لیست از چند شروع شده؟ start value از یک شروع شده، نه میگم نه از سه شروع شده. اوکی میگم از چند شروع کرد لیست؟ از سه. اما دلش تعیین میکنی که تا چند باشه. و اینجا زمانی که تو اگه استایل برای دی اد کردی تیز یه خود نمبرینگ شده این بخش پولیش با استایلش انتخاب میکنی و کدام استایل که میخوای باشه همون استایل که بالاش چی میکنی اد میکنی. هر استایل باز چی میکنه یک مقدار فرق میکنه باش تا تکس بزرگ کرده. بین لیولای اولا اعداد رومی. خب اینجا لیولاش از پیش مقدمت شده. این یارو باید چندم بگیره لیول سوم یک دو سه از پیش مقدمت شد. شباره کرشیدم لیول اول برده بکنم کار کردیم که لیول سیم باشه و مشهد تهران هم لیول سیم باشه. نه لیول سیم میشه به شکل دیگهش مهم نیست. این بردیا چی میگن تو؟ استایل اگر میخوای اد کنی اد میکنی، میری اد میکنی. کدام دیزاینی که میخوای تو این شکل باشه. آرتیکل، سکشن و ای بی سی یا سکشن است در قرار با آرتیکل نشون. گرفتی منظوره؟ باید دیزاین ها چی میکنی؟ اد میکنی. اگر خاصی می دیفاین نیو مالتی لیول خودت جور میکنی. مثلا لیولای اول آرتیکل نوشته نشه. رئیس مثلا نوشته شده میخوای نوشته شه او سی اوشن. رئیس با اوسی نشان داده شده همراه با منفی. سکشن های این دوم لیول دوم میگم نه او باشه سی مثلا سکشن دوم یک قسم نشان نده چه قسم باشه مثلا میخوام لیول دوم همراه با سی او باشه یعنی کاونتری. صحیح است؟
یا میگم نشانه بسیار هر تغییرات خلاصه خودت بیاری میتونی آورده زیست مثلا لیول سیما میگیم به شکل نشان نده سیاه نشانش بده سیاه یعنی بیمانه سیتی زیست شهر راست هر کس دلش اگر رقم که لیول را خواست چی میکنه مثلا برای خیلی سیتی نشانش بده یک دام منفی هم بده زیست دیگه سیتی میتونم کنترل نشته کنم رو ماشین انشاءالله که مشکله نیست فهمیدی؟ استایلا و دیزاینایش و الفایش مثلا فونتش الاینمنتش گپاش اگه پیشتر کار کردیم اونم الاینمنت لفت رایت سنتر اندازش هم خودت میتونی چی کنی تا تعیین کنی که اندنتاش اینجا میخوام مشکل نیست دیدی بخش پایین بیایم دیفاین نیو لیست که یک لیست جدید خودت جور میکنی نام لیست چی باشه با نام احمد دیگه استارت از چند شود یک شروع شود فرست لیول هم میخوایی که میتونیم ما فقط فرست لیول استایل خطش یک قسم باشه رئیس بولد باشه نمبرینگ باشه رئیس نمبرینگ صحیح است مثلا پکچر انتخاب میکنی فرمت اگر میتی فرمت میری برش میتی فونت اگر خط رنگ میگم رنگش هم سرخ باشه برش اوکی میگم اینا مثلا دو سیر چی کرده بر من استارت داد یعنی من یک مالتی لیول نو اینجا چی کردم جور کردم به نام احمد دیگه باید کلیکم باشه برش میگم احمد اد کنش چی شده احمد؟ اینی سه احمد نی؟ آسیار کلیک کنم میگم احمد چی کن اد کن در لیول اولش من تغییرات آورد تیز دوم سیم چهارم شما میتونم چی کنم بودش اد کنم گرفتی من داره مشکل نیست بخش پایینیش کسی چیکار انجام میده الاینمنت هست دیگه مثلا من یک تکست دارم به این شکل ما یک تکست دارم ما مثال یک عنوانم برش نشته کردیم کامپیوتر سیز این فعل در کجا موقعیت داره در طرف چپ هست سیز اگر من بخوایم که در وسط بیارم میگم وسط بیارش راست بیار راست چپ راست مثلا هر کجاش خواستم انتخاب میکنم بخش بعدیش داریم ما با نام جستیفای است جستیفای چی میکنه چی کار داره ببین من که انتخاب کنم اگر متوجه شده باشی طرف چپ دی لایس آمده نه لایس است نه طرف راست ببین پس پیش است این را تنظیم میکنه مثلا تو میده جستیفای می جستیفایش کن ببین یک درگه تنظیمش کرد بعد اگه خواستی بیشتر جستیفایش کنی لاو justify medium justify high هایش دیگه استفاده نمیشه با بین هر حرف اسپیس میده تا آخر دیگه جور کنه چیز هم justify خالی هم بگیری با خاطر منظم کردن چی میشه استفاده میشه کار ببین این طرف هم لایس میره میگن با نام چی justify که میتونیم ما استفاده کنیم پیش بریم این بخش بعدش با نام indent است خب اینجا رو میخوانیم آسان است اندنت کس باید فیشیلی میره که اگر کلیک کنم در کامپیوتر باشه بگویم که وسط بیارش مستقیم وسط میریش راست این راست میبرش یا چپ چپ این وسط که میبرمش این اینجا این اینجا وسط میریش اما ما میخوایم که اینجا باشه دیست بالا چی استفاده میکنم از اندنت یک درجه خاص چی میکنم انتخابش میکنم یکی به این منظور استفاده میشه که دیگه مثلا کلیک کنم در پاراگراف میبرم جای عکس جور میکنم میخوایم یک عکس ایجاد کنم یه برای عکس داد کنی جای عکس که تنظیم کردی مثلا میتونی تا هزار طریقه داره یه باز دیگه میری تو فرد مثلا باید پیکچر بسیم منظم یک عکس برای شد میکنی گرفتی منظره جای عکس هم منظم برشی میکنی میتونی حد کنی با استفاده سی اندنت من طوریک منو میشه طوریک دیگه ای بخش بعدیش که با نام left to right right left است بخاطر نوشتن انگلیسی و فارسی است مثلا ما اگر نشته کنیم بخوایم که انگلیسی نشته کنیم my name is احمد مثلا فارسی اگر بخوایم alt shift این حالا ما اگر نشته کنیم بگویم نام از من احمد است از کجا نشته میشه؟ از چپ از چپ نشته میشه خب دلیل ما از راست به چپ نشته میکنیم پس این حالت انتر میکنیم میگه از راست به چپ نشته میکنیم خب نام از من احمد چی نشته کنم احمد است پس انگلیسی میخوایم نشته کنم left to right مثلا I am خب زبان فارسی است I am from Kabul دیست؟ باز انگلیسی left to right
اگه فارسی بود مکمل فارسی، انگلیسی بود مکمل انگلیسی چی میگیری؟ من از کابل هستم. در تایپینگ چطور هستی؟ واسه میستم. ها؟ تایپینگ خوب جور بخوا. در کامپیوتر کار خوب کسی هست که خوب تایپینگ نوره. دیس بیخی که کامپیوتر هم زیاد یاد داشته باشید، تایپینگت که صحیح نباشه باز بلد نمیم. نه بلد